الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بیندگان عزیز بزرگوار، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با یک صحابی جلیل قدر از اصحاب و یاران گران قدر رسول خدا صلی الله علیه و سلم امروز با هم هستیم. او بلال ابن رباح حبشی رضی الله تعالی عنه است. بلال آوازه اش بر گوش همه مسلمان ها آشناست. او یعنی اذان، او یعنی خدمتگزاری به رسول خدا صلی الله علیه و سلم و حب و محبت و اجلال و اکرام رسول خدا صلی الله علیه و سلم. این صحابی جلیل قدر ابو عبدالله از سابقین اولین بود که در واقع مسلمان شد. برده خاندانی بود از قریش به نام بنی جمح و دقیق تر امیة ابن خلف. زمانی که قریش زمزمه های گرویدن مستضعفین مکه را به دین جدید، دین اسلام، دین رحمت، دین آزادی و آزادگی شنید، وقتی که این زمزمه ها پیچید در مکه، بزرگان مکه دور هم جمع می شدند و با هم مشوره می کردند و یکی از تصمیم هاشون این بود که هر کس مسئول است در قبال زیر دستان خودش و باید اونها را از ایمان و اسلام باز دارد. این یه حیله بود و یک تصمیم همگانی، هر کس مسئول در قبال زیر دستان خودش. امیة ابن خلف که یکی از بزرگان سرسخت و دشمنان لدود اسلام و پیامبر اسلام بود و همیشه در مجالس و محافل سعی میکرد که دشمنی خودش را به اوج خودش در تصمیم گیری ها نشون بده، وقتی که شنید برده اش بلال ابن رباح حبشی مسلمان شده است، سخت برآشفت. او را کمین کرد و دید بله واقعا مسلمان شده است و میگوید رضیت بالله ربا و بالاسلام دینا و محمد صلی الله علیه و سلم نبیا. نبوت پیامبر را قبول داره، همچنان که به پروردگاری الله اعتراف میکند، به دیانت اسلام هم راضی و خوشنود است. بلال ابن رباح با اظهار اسلامش هیچ اباهی نداشت، علنا و آشکارا در ملأ عام، با اینکه به وجهش بسیار فجیعی شکنجه میشد، با ضربه های شلاق، با سنگ های گداخته شده در آفتاب و به شیوه های مختلف شدیدترین اذیت و آزارها به جانش اعمال میشد، ولی جانش را در راه خدا بسیار بی ارزش میدانست. ندای احد به گوش همه رساند، با خواهش و التماس های بزرگان و کوچکترها و کسانی که میخواستند او را از راه ایمان اسلام باز دارند کنار نیومد. ایمانش با صلابت ایمانش راه ایمان رو و راه اسلامش رو ادامه داد. گفته شده که 2 سال بعد از حادثه فیل به دنیا آمد. مادرش حمامه نام داشت. بلال رضی الله تعالی عنه در این ماجرای سخت که مورد شکنجه و اذیت و آزار قرار می گرفت به عرضه فروش، برای فروش عرضه شد. عمر رضی الله تعالی عنه می گوید در روایتی که امام بخاری رحمت الله علیه نقل می کند از جابر بن عبدالله که گفت کان عمر یقول ابو بکر سیدنا و اعتق سیدنا. جابر بن عبدالله انصاری رضی الله تعالی عنه می فرماید که عمر رضی الله تعالی عنه همیشه می گفت که ابوبکر سید ماست، سرور ماست
و سرور ما را نیز آزاد کرد و اون بلال بود. بله، بلال افتخار پیدا کرد با صدای رسا و ترین اندازی که داشت اولین مؤذن رسول خدا صلی الله علیه و سلم و شاید بنامترین و مشهورترینش باشد. بله، بلال افتخار مؤذنی را در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم وقتی اذان میگوییم اقامه در کنارش است. ولی وقتی که رسول خدا صلی الله علیه و سلم میخواست نماز بخونه دستور میداد قم یا بلال فارحنا بالصلاه، قم یا بلال فارحنا بالصلاه، ای بلال بلند شو، به پا خیز و ما را با نماز راحت کن. بلال در مدرسه نبوت و محمد صلی الله علیه و سلم تربیت شد و نماز را آرام بخش خودش میدانست. صبر و ثباتش در راه خدا اونگونه بود که از جمله 7 کسانی بود که اولین نفراتی بودن، اولین شخصیت هایی بودن که اسلامشون رو آشکار کردند. بلال رضی الله تعالی عنه بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیشترین کسانی بود که مورد توجه قرار گرفت و لذا از مدینه خارج شد. بعد از وفات رسول خدا صلی الله علیه و سلم از مدینه خارج شد و در شام زندگی می کرد. روایت های زیادی از او نقل شده که بزرگانی همان از صحابه همانند اسامه ابن زید، براء ابن عازب، طارق ابن شهاب و عبدالله ابن عمر ابن خطاب و کعب ابن عجره و دیگران از او روایت کردند. از میان تابعین اسود ابن یزید ابن قیس، شهر ابن حوشب و عبدالرحمن ابن ابی لیلا از او روایت نقل کردند. با این حال او تواضع خاصی داشت و هر وقت که میخواست خودش را بیاد اون دوران قبل از اسلام بیندازد و اون را فراموش نکند میگفت که انما انا حبشی کنت بالامس عبدا. بله، او برده حبشی بود که آزاد شده بود، ولی آزادیش به او اوج عزت و افتخار داد. با اینکه سیاه‌پوست بود، با اینکه برده بود قبل از اسلام، ولی در کنار رسول خدا صلی الله علیه و سلم آنچنان اوج عزتی پیدا کرد که همه او را دوست می داشتند. نامش هم دوست داشتنی است. بلال نام زیبایی در اسلام است که همه مسلمانان او را دوست دارند. زمانی که در دمشق گفته شده است که بعد از رسول خدا صلی الله علیه و سلم دیگه اذان نداد. حتی در زمان فاروق وقتی یک بار با اون ملاقات شد و مسلمان ها از اون زیارتش در مکه مکرمه یا مدینه منوره خواستند که اذان بگوید، منصرف شد، گفت من دیگر اذان نمیگویم. ولی با خواهش و التماس یک بار در مدینه منوره اذان گفت که همه را به گریه انداخت. او در سال 20 هجری در دمشق وفات کرد و در همان جا هم دفن شد. خدایا ما را همانند بلال در اسلام عزت و سربلندی عنایت کن. مسلمان ها را به ندای ترین انداز اذان آشنا و آنها را به این ندای ربانی حی علی الصلاة و حی علی الفلاح گوشهایشان آشنا، قلبهایشان را پر مهر لطف و محبت قرار ده. السلام علیکم و رحمت الله.